قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین قدیم عصر میانه و دوره نو، گفتار 65. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. انجام پروسس تشکل خلق تاجیک و سازمان دولتی او، دولت طاهریان، صفاریان و سامانیان، عصرهای 9 و 10. ابوالحسن شهید بلخی در دهه جهیدانک بلخ تولد یافته است. درباره حیات او نیز معلومات نهایت کم موجود است. از سرچشمه ها فقط همین را می توان دانست که شهید یکی از بهترین شاعران دربار نصرالدین ابن احمد سامانی و نزدیکترین شاگرد رودکی به شمار می رفت. شهید بلخی نه تنها شاعر، در عین زمان یکی از عالمان پیشقدم دوره سامانیان بود. مؤلف کتاب الفهریست ابن الندیم درباره او چنین می نویسد: در زمان الرازی مردی بود معروف و شهید ابن الحسین، در حکمت بغایت ماهر و صاحب مصنفات بسیار و بین وی و رازی مناظرات بوده است. شهید پیشتر از رودکی وفات کرد. شاعری کهنسال در فوت شاگرد عزیز خود مرثیه جانسوزی دارد. ابوشکور بلخی در سال 915 تولد یافته است. در عهد سلطنت نوح ابن نصر سامانی 943-954 او را به دربار کشیدند. نام او با مثنوی آفرین نامه که در سال 944 نوشته است شهرت پیدا کرد. از این مثنوی فقط بعضی قسمت‌های پراکنده تا زمان ما رسیده است. ظاهراً این نخستین داستان دیداکتیکی ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس به شمار می رود. علاوه بر این ابوشکور باز 2 مثنوی تالیف کرده بوده است که از آنها چیزی باقی نمانده است. او بر رویه رباعیات خلقی شعر گفته، در عین زمان به سبک مرکب، ظرافت و خوشبیانی نیز اهمیت داده است. شعرهای مرکب بیانی او چنان مشهور گردیده بودند که آنها را به زبان عربی هم ترجمه نمودند. رابعه بلخی نخستین شاعری به ما معلومی در این زبان است. در چندی از تذکیره ها شعرهای عاشقانه پر احساس و صنعتکارانه وی ذکر یافتند. قصه عشق فاجعه‌ای رابعه و غلامی جوان که در عصر 13 فریدالدین عطار به رشته نظم کشیده است با نام همین شاعره علاقمند می باشد. درباره زندگانی او یگان معلومات واقعی موجود نیست. اگر بعضی روایت ها را به اساس گیریم، رابعه همزمان رودکی بوده، استاد به اشعار او ارزشی بلند داده است. به عرصه وجود آمدن شاعری برکمال از درجه بلندی مدنیت آن زمان گواهی می دهد. ابو منصور محمد ابن احمد دقیقی وفاتش تقریبا سال 977. جای تولد این شاعر هنوز معلوم نگردیده است. بعضی او را از طوس در خراسان، بعضی از سمرقند و یا بخارا می دانند. در هر صورت وی تمام عمر خود را در ماوراء النهر به سر برده است. دقیقی فعالیت خود را در دربار حاکم ولایت چغانیان که در آن زمان یکی از آبادترین محلهای دولت سامانیان به شمار می رفت سر کرد. شهرت صنعتکاری دقیقی تا درجه‌ای رسید که در یک مدتی کوتاه به بخارا به دربار سامانیان
دعوت کرده شد. در آن زمان گرد آوردن افسانه و روایت‌های باستانی مورد توجه دایره‌های حکمران قرار گرفته بود. با عنعنه‌های قهرمانی زمانهای گذشته شناس کردن عامه خلق برای متحد گردیدن آنها در مبارزه بهر دولت مستقل اهمیت کلانی داشت. بنابراین سامانیان به جمع نمودن نقل و روایت‌های قدیمه قهرمانی اساطیری چی از سرچشمه‌های تاریخی پهلوی چی عربی و خصوصاً از زبان موبدان دقت مخصوص می‌دادند. شاهنامه ابو منصوری نیز محض به همین مناسبت به وجود آمده بود. امیر نوح دو سامانی 976-977 به دقیقی فرمود که این شاهنامه را به رشته نظم کشد، ولی عمری شاعر برای انجام دادن این وظیفه کفایه نکرد. سال 977 او در یک شب بزم از طرف غلام خود کشته شد. ممکن است که او قربانی فتنه و دسیسه های شخصانی طرفدار دین اسلام گردیده باشد که به فعالیت برقرار نمودن عنعنه های قهرمانی نظری دشمنانه داشتند. 1000 بیت دقیقی که در آن مبارزه بین گشتاسب، ویشتاسب و ارجاسب تصویر یافته بود از طرف فردوسی به شاهنامه همراه کرده شد. درباره مقدار بیت‌های شاهنامه دقیقی عقیده‌های دیگر نیز موجودند. چنانچه مؤلف اولین تذکیره به ما رسیده عصر 13 محمد اوفی حتی درباره 20,000 بودن این بیت‌ها سخن می‌راند. بزرگترین شاعر آن زمان ابوالقاسم فردوسی بین سالهای 934 و یا 941 در دهه باش نزدیکی توس از عائله اعیان میان حال تولد یافته معلومات نسبت به آن دور خوبی به دست آورد. او غیر از زبان مادری خود دری، زبان عربی و پهلوی را فارسی میانه نیز نقص از خود کرد. به این واسطه در وقت تألیف شاهنامه و امکان داشت از تمام اثرهایی که با این زبانها نوشته شده بودند استفاده نماید. فردوسی در سن 35 سالگی پس از آن که به بخارا و دیگر جایها سفر کرده بر علاوه شاهنامه ابو منصوری درباره گذشته خلقهای ایران معلومات مفصل جمع آورد، به تنظیم حماسه خود شاهنامه شروع نمود. در این وقت دولت سامانیان هنوز در اوج اقتدار خود بود. فردوسی در اساس نشان دادن گذشته پر از قهرمانی خلق، بیدار نمودن حس وطن دوستی آن را وظیفه اساسی داستان خود می‌دانست. او با ایجاد این اثر بهترین ایام عمر خود را صرف کرد. چنان که می‌گوید وی در این راه پیر شد ولی خامه اش را به کنار نگذاشت. من از 66 سوست گشتم چو مست، بجای عنانم عصا شد به دست. رخی لالگون گشته بر سانی کاه، چو کافور شد رنگی موی سیاه. زی پیری خم آورد بالای راست، هم از نرگسان روشنایی بیکاست. سرچشمه اساسی حماسه فردوسی را سلسله گفتار سکایی و سغدی درباره رستم بهادر که بیش از 31 داستان را در بر می‌گیرد. این چنین افسانه های سغدی و خوارزمی درباره سیاوش و افسانه باختری درباره اسفندیار فراهم آوردند. اکثریت اساطیر فصل اولی داستان که با افسانه های در اوستا اشارت یافته مشابه می باشند نیز از منبع های آسیایی میانگی برآمدند. روایت های عاید به دوره ساسانی قسمت خردی داستان اساساً از مأخذ های خطی مخصوصاً از ادبیات پهلوی اقتباس شده است. فردوسی اثر خود را در اساس غایه مبارزه قوه‌های نیک و بد که ابتدای خود را از روایت‌های قدیمه ایرانیان می‌گیرند ترتیب داده است.
در تمام جریان واقعه های این اثر خلقهای ایرانی همچون طرفداری قوه‌ی نیک بر ضد قوه‌ی بد اصطلاحگران خارجی مبارزه می‌برند. شاعر در قسم افسانوی داستان در شخص شاهی ماران ضحاک ظلم ظالمان اجنبی را تصویر نموده در نتیجه مبارزه قهرمانانه کاوه آهنگر و خلقی با دعوت او شورش برداشته برباد رفتن این ظلم و استبداد را ماهرانه نشان داده است. مؤلف در سیمای رستم و دیگر قهرمانان داستان مبارزه فداکارانه نسل نو را در راه استقلالیت وطن خود تصویر می نماید. شاعر به داستان واقعه های تاریخی را از لشکرکشی اسکندر مقدونی سر کرده تا استیلای عرب و مرگ یزدگرد سیمیز داخل نموده غایه مبارزه خلق را برای استقلالیت کشور خود در تمام مدت تاریخ آن ترنم کرده است. علاوه بر این وی داستان را به لوحه‌های رمانتیکی مانند قصه عشق زال و رودابه مثل و حکمت‌های تربیوی اخلاقی آراسته است. تمام حماسه فردوسی با روحیه خیرخواهی نسبت به اهل مهنت، برزگران و پیشوران فرا گرفته شده است. شاعری بزرگ آنها را با بهترین صفتهای انسانی، جوانمردی و عالی همتی آراسته تصویر می نماید. فردوسی در بابت فهمیدن ماهیت نهضت مزدکیه از تمام هم اسران خود پیش گذشته است. او به مزدکیان با نظری نیک نگریسته آنها را گرسنه و اذیت کشیده می نامد. نهایت شاعر وظیفه‌ای به ذمه گرفته خود را در آوان پیری پس از زحمت متصلی چندین ساله در سال 994 انجام داد و 100,000 مصرع هم زیادتر یک اثری جاویدانه عالم شمول را به دنیا آورد. ولی از روزی که فردوسی به تعریف نمودن این اثر کمر بسته بود خیلی وقت گذشت. در این مدت دولت سامانی از پا افتاده از حامیان شاعر کسی نمانده بود. آنگاه فردوسی از روی مصلحت یکی از آدمان خیراندیش شاهنامه را به سلطان محمود غزنوی که به سر حاکمیت آمده بود تقدیم نمود. لیکن محمود این تحفه شاعرانه را رد کرد و چنان که نقل می کنند حتی شاعر را از سبب تصویر نمودن قهرمانان و پادشاهانی پیش از اسلام به کافری عیبدار نموده بفرمود که به زیر پای شتر پرتایند. نماینده سلاله نوی به جای سامانیان آمده ترک سلطان محمود غزنوی طبیعی است که در داستان قبل از همه خوف سیاسی دریافت، زیرا در این حماسه مبارزه اجداد خلق تاجیک بر ضد تورانیان که در عهد او همچون اجداد قوم ترک حساب می یافتند ستایش کرده می شد. غیر از این سلطان محمود که راهی به دست آوردن پشتیبانی خلافت عرب و روحانیان مسلمان را می جست به مقابل وصف عنعنه‌های قدیمه تا اسلامی در شاهنامه و روحیه ضد عربی آن برخاست. ولی مهمترین سبب مناسبت منفی محمود نسبت به شاهنامه فردوسی عبارت از این بود: محمود که فرو نشاندن حرکت‌های خلق را اصلی مقصد خود قرار داده بود نمی توانست اثری ماهیتاً خلقی شاعری گینی علی را تقدیر نماید. شاهنامه فردوسی از جهت ارزش بدیعی خود در ردیف برجسته ترین اثرهای حماسی ادبیات جهان قرار گرفته است. شاعری بزرگ بقیه عمر خود را در قشاقی و محرومیت ها به سر برده سال 1020 از روی دیگر مدرک ها سال 1025 در طوس وفات کرد. روحانیان اسلام که فردوسی را کافر می خواندند به قبرستان مسلمانان دفن کردن او را منع نمودند. جسد شاعر در باغ خودی او به خاک سپرده شد. نام فردوسی جاوید بماند. سخنان خطابند به محمود غزنوی گفته او
حق برآمدند. بناهای آباد گردد خراب، ز باران و از تابشی آفتاب. پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. بدین نام اگر عمرها بگذرد، بخواند هر آن کس که دارد خرد. انجام پروسس تشکل خلق تاجیک و سازمان دولتی او، دولت طاهریان، صفاریان و سامانیان، عصرهای 9 و 10. علم و فن. کامیابی های علم و فن دوره سامانی کمتر از موفقیت های ادبیات نفیسه نبود، اما فرق در این بود که اثرهای علمی مثل پیشتره اکثراً به زبان عربی تألیف می یافتند. زبان عربی در بین مملکت‌های شرق اسلامی در ظرف چندین عصرها رول زبان علمی بین الخلقی را اجرا می کرد. با زبان محلی نوشتن اثرهای علمی باعث محدود شوی دایره انتشار آثار مؤلف می گردید. این را هم باید به نظر گرفت که زبان عربی برای افاده مهمترین مفهوم‌های علمی اصطلاحات موافق داشت. از این سبب مؤلف کوشش می نمود که اثرهای خود را به زبان عربی نویسد تا که آنها دسترسی همه دایره های علمی کشورهای شرق گردد. عالمان این دوره در هر یک ساحه علم و فن نهایت زیادند و بنابراین ما فقط با ذکر نامی برجسته ترین آنها اکتفا می نماییم. ابن قتیبه 828-829 هم در ساحه تاریخ و هم در ساحه ادبیات شناسی یکی از ممتازان زمان خود بود. کتاب المعارف نام اثری دایر به تاریخ او اهمیت نهایت کلانی دارد. اهمیت کتاب و شعر و شعرا نام اثری ادبیات شناسی وی که در تاریخ ادبیات برابر بودن مقام شاعران گذشته و معاصر را تأکید می نماید باز هم بیشتر است. ابو معشر جعفر ابن محمد بلخی از معروف ترین منجمان و عالمان عصر نو به شمار می رود. وی اولها به جمع آوردن حدیث ها شغل بست. پس از رسیدن به سن 47 سالگی در بغداد به آموختن ریاضیات شروع نمود. سپس به علم نجوم گذشت و در این ساحه قریب 40 اثر ایجاد کرد. ابو معشر تقریباً 100 سال عمر دیده سال 886 وفات نمود. ابوبکر نرشخی وفاتش سال 959 یکی از مورخان مشهوری دوره سامانی است. کتاب تاریخ بخارا که از طرف او به زبان عربی تالیف یافته آن را در سال 1128 ابو نصر کوبوی به تاجیکی ترجمه کرده است، از بهترین سرچشمه های تاریخی دایر به حیات ولایت های جداگانه ماوراء النهر و مخصوصاً بخارا می باشد. ابو نصر فارابی تقریباً 870-950 اصلاً از فاراب قدیمه ساحل سیر دریا بوده در عائله سرکرده حربی ترک تولد یافته است. در آوان جوانی به مقصد دوام دادن تحصیل به دمشق و سپس به بغداد سفر نمود و قسم زیادی عمر خود را در آنجا گذرانید. همه اثرهای او به زبان عربی تعریف شده‌اند. خدمت ارزنده فارابی پیش از همه در آن است که او میراثی ارسطو و دیگر فیلسوفان یونان قدیم را از خود نموده آن را به خلقهای شرق نزدیک انتقال داد. بسیار متفکران تاجیک او را در ساحه فلسفه یونان استاد خود دانستند. به قلم فارابی مقدار زیادی اثرهای تدقیقی تعلق دارد، مخصوصاً رساله دایر به عقیده ساکنان شهر کامل که با تأثیر اثرهای درباره دولت نوشته مؤلفان قدیم به وجود آمده در عین زمان بسیار فکر و ملاحظه های خود او را در بر گرفته است، خیلی جالب دقت می باشد.
فارابی در این اثر سعی نموده است که به یک قطار مسئله های مهم، پیدایش دولت، سبب های نابرابری اجتماعی و امثال این جواب دهد. تصورات اجتماعی اوتاپی او در زمان خود اهمیت بزرگی پروگرسیوی داشت. ابو علی ابن سینا تخمیناً در سال 980 در دهه افشنه در ریان بخارا از عائله عملدار یکی از دیوانهای دولت سامانی تولد یافت. وی معلوماتی نسبت به آن زمان نهایت وسیع حاصل نموده، چنان که خود میگوید هنوز در سن 18 سالگی همه علمهای زمانه از جمله طب را آموخته بود. مخصوصاً آموختن ادبیات‌های دایر بر رشته‌های مختلف علم و فن در کتابخانه مشهور سامانیان که به طفیل معالجه کردن امیر نوح ابن منصور سامانی به آنجا راه یافته اکثریت وقت خود را به مطالعه کتاب‌های آن صرف می‌کرد، در تحصیلات شخصی او اهمیت بغایت کلانی داشت. وقتی که دولت سامانی به تهدید قره‌خانی‌ها و حمله سلطان محمود غزنوی دچار گردید، ابو علی مجبور شد خاک بخارا را ترک نماید. از همین لحظه دوره دور و درازی سرگردانی های او که باعث آن تعقیبات سلطان محمود بود سر می شود. خوارزم و ابیورد، گرگان و ری، قزوین و همدان، اصفهان و باز همدان، این بود جایهای مهاجرت شیخ الرئیس، چنان که معاصران او همین طور نام داده بودند. این سالها برای ابو علی ابن سینا دوره خیلی پرکاری بودند. وی به طبابت و درسگویی مشغول می شد. وزیر حاکمی همدان بود و در عین زمان اثرهای بسیاری تألیف می نمود. ابو علی ابن سینا دانشمندی هر طرفه، فیلسوف، طبیب، شاعر و ارباب سیاسی است. یگان ساحه فنی نبود که این انسیکلوپدیست عجایب خلق تاجیک در عصرهای 10-11 آن را نآموخته باشد. کتاب او القانون فی الطب بهترین اثر در علم طب بوده. در دوام 6 عصر از عصر 11 تا میانه های عصر 17 همچون دستور برای دکتران و کتاب درسی برای مکتب‌های طبی تمامی اروپا خدمت کرده است. القانون در اروپا چندین مراتب به زبان لاتینی و دیگر زبانها نشر گردیده است. ابن سینا در شرق و غرب چون بزرگترین فیلسوف زمان شهرت پیدا کرد. اثر انسیکلوپدی ابن سینا کتاب الشفا که در خصوص منطق، طبیعت شناسی، متافیزیک و ریاضیات بحث می نماید و دانشنامه که به زبان تاجیکی نوشته شده مسئله های آید به منطق، علم طبیعت، فلسفه، ریاضیات و نجوم را در بر می گیرد، در قطار القانون و دیگر اثرهای او از بهترین یادگاری های افکاری پیشقدم عصر میانگی قرنهای 10-11 به شمار می روند. ابن سینا در آموختن میراث فیلسوف‌های قدیم مخصوصاً ارسطو همچون پیروی مقرری نبوده، بلکه به ایجادکارانه انکشاف دادن غایه‌های آنها سعی می‌کرد. هرچند ابو علی ابن سینا کوشش می‌کرد و یا مجبور می‌شد عقیده‌های پرملاحظه خود را از یگان جهت مطابق احکام شریعت افاده نماید که این باعث دوئیت و نامستقلی او گردیده است، ولی با وجود این اصلی ماهیت فلسفه او همچون پیش قدم ترین سخنی مشایعه به شمار می رفت. وی برخلاف احکام دینی آید به آفرینش عالم ابدیت دنیا را اعتراف می نمود. برعکس حکم شرعی راجع به سرنوشت الهی تعلیمات قانونی سببیت را در طبیعت پیش می برد. در عین زمان ابو علی ابن سینا موجودیت خدا را اعتراف کرده و موهومات زمان خود، رمز ارقام و مانند اینها را حق پنداشته در موقع دوئیت ماند. اما
این محدودیت ناگزیری تاریخی اهمیت آثار ابو علی ابن سینا را در تاریخ علم و فن تاجیک و جهان کم نمی کند. همچنین عقیده نسبت به زمان خود پیشقدم ابن سینا را راجع به حقوق مردم در بابت با سلاح سرنگون کردن حاکمی مستبد نیز می توان یادآوری نمود. این عقیده او هماهنگ غایه های شاهنامه فردوسی می باشد. ترقیات مدنیت عصر 9-10 را جمع بست نموده در تمام ساحه های علم و فن و ادبیات کامیابی های مهم به دست آوردن خلق تاجیک و دیگر خلق های ایرانی نژادی آسیای میانه و خراسان را قید کردن ممکن است. شرایط فراهم آمده تاریخی برپا کردن دولت خود و از ظلم و ستم خلافت عرب آزاد نمودن مملکت، متحد گردیدن خلق تاجیک و تشکل زبان ادبی او، مرکزیت یافتن اداره دولت، نهایت رابطه وسیع خواجگی و مدنی خلقهای آسیای میانه با تمام کشورهای شرق نزدیک برای به دست آمدن این کامیابی ها مساعدت می کرد. انجام پروسس تشکل خلق تاجیک و سازمان دولتی او، دولت طاهریان، صفاریان و سامانیان، عصرهای 9 و 10. شما گفتاری 65 رو از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجمقلوف کارگردان شیرعلی نغزلی.